Survive and your team can redeploy. هلا يقون SMG. Reinforcing armor. Changing mags. اسد کارتر داره میزنه. Reinforcing armor. وای لگ عجیب 98. مرسی فیبر نوری داشتم. Reinforcing armor. آره کجا؟ مرسی. رابرت مثل اینکه زمینگیر میشه. رابرت دوست مارکوس توسط فلفوردن کشته میشه. حالا اینجا امیرستان میره که نفر بعدی رو بزنه و بله موفق میشه. آقای say my name you know who I am I'm too hot hot damn got a police and a fireman I'm too hot hot damn say my name رو زد و اولین کیل خودش رو گرفت. جمعه آره Friendly loadout drops on the way. Nice night for a walk. یارش خرید اینجا. Bounty targets are up. Get after them. یکیشون یکی دو نفرن نه حل Get your revenge. فعلا کسی رو نمیبینم. All squad mates are in the safe zone. حاجی بیا خود همین فکتوری پلی بدیم. وای رو هوا گرفت رو من. بذار من لند کنم. وای پیش من. وای Stand to you, soldier. Stay sharp. رو هوا میگیرن رو میرم تو آب. That's not good. کیه این؟ Headed your way. حل Ready to go. Back on station. Go get after it. مالا Napalm strike standing by. باگ هنوز کارت هنوز باگه تو کاستوم. نمیدونم تست نکردم. یه تست میزنم. Scanning. Identity confirmed. با سامان حاجی خواهیه نبود. ای فروختم. برو بفروش. بیا بخواه. نمیتونم. هزار تا بگیم. Changing mags. چه خوب شد. Bounty target's gone dark. We lost the contract. خواستم زیاد داشتم. کار تمک. کجا میکنم؟ نیدم کجا لند کرد. رو برو منم. مرسی سپر وایپ شد. ای بابا الان خودم یه داره میگیرم. UAV available for tasking. بزنم. بزنم. Kagan requesting UAV tasking.
Precision airstrike available. نمیاد خواهش یا 10 remain. You're almost done here. دو اسکوادن دیگه. We've got 10 squads active in the field. من تا اون نمیدونم باید چیم بریم پایینی ها Your squad made it. No fuel. UAV RTB. سعی کن یکی رو داون بگیریم بعدم بریم. رو سخت رو سخت. به نظر بازیشون خوب میاد They But, almost had me. Don't just stand there. من سلف میزنم. اومد رو من آجی اومد. خدا Did it myself. Healing up. مرسی. Fuck you, asshole. Redeploying. این بالا برو گانشو بردار ببینم رو لوت خودم کیه. آره. وای. Reinforcing armor. من این Changing mags. من بیش خودت طوله میدم. باز فکتوری نمیاد آمازه باش حله. Fuck you, asshole. پلیس بده UAV بخورم لینکن باروز مایکل اسکافیلد به بازی برگرده. امیر اسار و یارش فلفوردم کار خاصی نمیکنن. حالا اینجا وارد فایت میشه، داره و به داد یارش میرسه. بله امیر اسار یه کاور سکسی میده به یار خودش. اینجا Throwing Semtex. رفت جلو. Broke their armor. یکه وای لگم بعد رد کنه خط جلو Get your squad to the safe zone. Leave no one behind. احساس میکنم چند تا دمیج سنگین هم میخوره. امیر اسار باید خیلی مراقب باشه. حالا اینجا با استیم و موومنت خودش رو به سیف زون ببینیم موفق میشه که برسونه یا خیر. فعلا که خودش رو نجات داده. حالا در ادامه ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. اومدن رو من. تانه یکی به نظر نیزیم دیگه آره Changing mags. داره میگیره رو من. کاور مرسی. از بک میدم که بالا در بیام. که باید رد کنیم آجی. Be advised, resurgence is no longer active. وای لگو ای. ببین ما ریسک باید بکنیم آره از اینجا بندازین. Waypoint set. که رد میکنم بندازم حل. بسم الله. Enemies are Bravo. dropping into the area. Watch نزن the نزن skies. بزن خطمون رو نزنن. همینجا دو نفرم رو سخت اسپرینتر داره اینوایت منو میگاد. Move to the safe zone. Broke their armor. یارش مرسی. I'll be back. Hostiles are resupplying. خواهی کردم آجی. Vigil those. بعدم اومد تو کونه. استار همچنان با فلفوردم سر و حال و قبراق برای وین می جنگن. 6 اسکواد و 11 نفر تا پایان رسیدن این مچ. ببینیم که کدام یکی از این پلیرها شغرها موفق میشن که خودشونو به
انتهای بازی و ببین این بازی رو برای خودشون بگه. حالا بله زون رو میبینیم که کامل در کنترل سنتر تمام میشه و امیرستار و فلفورد هم خودشون رو خیلی سریع به پوزیشن انتهایی میرسونن و کنترل سنتر رو از آن خودشون میکنن. اگر پلیرها نتونن حرکت خاصی بزنن میتونیم بگیم تقریبا وین برای امیرستار و فلفورد هست. حالا ببینم از سمت سیسی رد، از سمت پریزون رد نکنن. Broke their armor. شیلد یکی دانه یارش هم دمیجه. Changing mags. تیم بودم. حله You're in the last. That's our Go leisure with them. balanced. Enemy اینجا spotted. سوار ماشین شد. دمیجه ماشین رو بزن به گا بده. این بر Changing mags. دارم این کی میزنم. من روی این یکی اما You're in dangerous territory. بوی زون داد به اونا پشمام. دمیجه یکی مونده. Throwing Semtex. بوی این نزا شاجی بزنم. Shield up. Changing واسه mags. تیرت رو رد کردی. بله اینجا موفق میشه یک نفر رو بزنه. فلفوردن رو به زیبایی ارزی تمامتر میزنه. حالا ببینیم که در مسابقه تک با امیرستار کدام یک از این نفر موفق میشه که اینو بازی رو بگیره و امیرستار اجازه ادامه کار بهش نمیده و گس و شلیک های مرگبار امیرستار درد سرساز شدن برای نگه. کیل اول خودش رو خیلی قشنگ تونست بگیره ولی عجله کرد برای گرفتن. فکر کنم یادش رفته بود که آقا اونا سلف ندارن دیگه، نیازی نیست بره فینیشش کنه، فقط کافی بود که خط اینو بزنه. روزمون هم تیم امیرستار بالاخره بعد از جنگیدن های فراوان موفق شد که یه دونه مچ رو وین کنه. واقعا دو مچ قبلی خیلی تلاش کرد، کیل زیاد نمیگرفت ولی خیلی تلاش میکرد و زنده میموند، اما بالاخره به حقش رسید و تونست در سومین مچ امروزمون، در سومین کاستوم امروزمون وینو برای خودش به ثبت برسونه و